اگر زندگی برای ما چیز زیادی نداده، فقط به این خاطر است که ما چیز زیادی از خداوند درخواست نکردیم. عزیزای، زمانی که هر نوع مشکلی داشتین باید از خدا بخواهیم. به هر نوع متاع دنیا، منفعت دنیا، منال دنیا، چه در دنیا چه در آخرت، به هر آن چیزی که نیاز داشتید از خدا درخواست بکنید، چون خداوند اجابت میکنه دعاهای شما را. وعده خداوند هست اجیب الدعوة اذا دعانی فلیستجیبوا لی. شما بخواین از خدا که خداوند اجابت بکنه، درخواست شما را قبول بکنه. تو بخوا اجابتش با من است، میگوید الله پاک. بعضی عزیزان میگویند که والله ما از خداوند خواستیم اما دعای ما قبول نشد. اینجا یک نکته خیلی مهم هست. یعنی به این معنی نیست که ما از خداوند خواسته باشیم خداوند پیام ما را، صدای ما را نشنیده باشد. نعوذ بالله من ذلک. الله متعال شنید. اما نکته اینجاست که بس دعاها کان زیان است و هلاک. بس دعاها کان زیان است و هلاک، از کرم می نشنود یزدان پاک. زیادتری از دعاها درخواستهای ما نمیفهمیم، اما شاید به منفع و به منفعت ما و خیر و فلاح و رستگاری ما نباشه. شاید ما پولدار شویم طغیان بکنیم، شاید ما پولدار شویم از خداوند میخوایم پولدار شویم، صاحب پول و منال و جایگاه و شان و شوکت شویم، اما شاید به اون مسیر رسیدیم، به اون جایگاه رسیدیم خود را نشناسیم. شاید به یک مشکل بر بخوریم، شاید پولدار شدیم به یک مرض لاعلاج گرفتار شدیم. الله متعال به خیر و منفعت و به خوبی بنده هایش میسنجه که آیا همین بنده ما ظرفیت و توانایی از این داره که صاحب پول و منال و جایگاه و شان و شوکت شود که استفاده خوبتر بکنه. از این لحاظ دوستان عزیز، از خدا بخواهیم. از خدا خواستن عزت است. اگر برآورده شود رحمت است، اگر برآورده نشود حکمت است. موفق باشین، سلامت باشین.